بعضی جوان ها اولای خود رو نمیمونن که نیت رو با زبان وقتی که پیش از نماز نیت میکنیم، نیت نماز با زبان میگیم که نیت کردم بگذارم نماز 2 رکعت فرض به امداد گفته، همین را مجبورن نمیمونن که نیت کنن، به نیت نماز خونید میگن. آیا این درست است حضرت جان کاری این جوان؟ هر یک عمل وابسته بر نیت است، بدون نیت یگان عمل اجرا نمیشد. لیکن نیت شاید اونها با زبان نگو میگن، اما با قلب، کسی با قلب نیت نکند این کدام نماز است، اون نمازش باطل است. انسان باید وقتی که از جا میخیزد بر بالای جای نماز ایستاد مثلا، یا طهارت کرد گفت که نماز خفتن را خوانیم یا نماز تراویح را خوانیم یا بامداد را خوانیم، که وقتی تراویح طهارت کرد یا به مسجد رفت، الکی نیت کرد. اما نیت کردن با زبان در کتاب‌های مذهبی حنفی میگوید که مستحب است، یعنی خوب است، گویت خوب است میگن. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم با زبانشون یگان مراتب در حیاتشون پیش از نماز نیت نکردن، نیت کردن بگذارم، این گپا رو پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند و در نزد طایفه از علما گفتن این سخن بدعت است، یعنی در دین چیزی نوآوری هست. و علمای مذهب حنفی هم اینا نگفتن که شرط نماز است، گفتن که مستحب است، گفتن گویی خوب است، گفتن یعنی نگویی هم نماز درست است، چه خیلی که در هدایه آمده است. بله.